ساعت 6 صبح ما رو افتادیم به سمت تیرسر یا همون که بعدش باید بریم چشمه فلکه. قلبم تا ابد کاشکی ساعت برمیگشت عقب، من دیگه حالیم نمیشه این که خالی شیشه این آدم نیست. این یه تونل خیلی زیبا از گلای جسد طبیعیه، خیلی باحاله. این مسیر تو جلو هم ادامه پیدا میکنه. تقریبا این حدود 2 کیلومتر از ابتدای جنگلبانی اومدیم بالا، از اون استواز رسید و اینجا در واقع جایی که این دیواره های خیلی زیبای طبیعی رو میدیم، کاملا طبیعیه و این پوششش. خب یکی از چالش هایی که داریم الان باید از این رودخونه رد شیم، هم مالا عمق زیاده که هیچ، بحث اینه که چجوری رد شیم. بسیار عالی. خب اینجا مجبور شدیم کفش رو کامل در بیاریم بریم تو رودخونه، بریم که رودخونه رد شیم. حتما قرار بردم خیلی حساس اینجا، از این نظر که حتی زیاد عمق خاصی نداره، بیشتر سر این که جوراب و کفشان خیس باشه. حالا باید منطقه بریم رودخونه خیلی زیباشه. خب اینجا مجددا جایی که 4 کیلومتر اومدیم، حدود 50 دقیقه پیمایی کردیم، این حدود 250 متر ارتفاع اومدیم بالاتر. یه پل تقریبا یعنی آبروه که از روی این نهر که حالا این برش دیگه نهر دید زیبا رد میشه، منظره بکر، طبیعت زیبا فعلا. خب تقریبا 6 کیلومتر که داریم میایم، یه پل روی این نهر هست که ما داریم ازش رد میشیم. زیباست. اینجا شیب خیلی خیلی تنده، تا اینجا شیب تنده خیلی زیاد نشه، ولی شیب میتونه خیلی خیلی تند باشه. کف کم خب تقریبا 7 کیلومتر اینجا پیمایش داشتیم، یه چیز حدود تقریبا 400 و حدوداً 40 متر 450 متر حدوداً تقریبا افزایش ارتفاع داشتیم. حدود 1 ساعت و 35 دقیقه طول کشیده و همچنان مناظر زیبا و این راه پیش رو صدای رودخونه. اینجا این چشمه آب گرمه. میبرمه خودت میدونی هرچی میگی کپ منم، واسم تنهاییه هر چیزی بهتره توپه. این نگو چی میشه وقتی دیگه رفتم زود، قلبم پود مغزم سود، دستم دور در شب بود عقلم کوش. مهمی پیشت کی بوده، جوابا کی میرسی خونه، بینمون دیگه نیونست، همین روزا میشه دیونه. اگه بره اگه میشه که ته نشه دلش، اون اگه بره اگه میشه که ته نشه دلش، اون اگه بره اگه میشه که ته نشه دلش، اون اگه بره اگه میشه که ته نشه دلش. من که شد قلبم کبود، صورتم سر، حتی خورشید وسط روز پشت به من کرد. من زبونم